تیلر ریپیرمن خوش اومدید به ادامه پلیلیست راهنما مقدماتی تیلرها. این قسمت صندلی راننده تراکتور. با نام یادمند خداوند بخشنده مهربان شروع میکنیم این جلسه رو. صندلی راننده اون قسمت تراکتوری که راننده جهت رانندگی برای آن میشینه و تراکتور رو هدایت میکنه. تنظیم صحیح صندلی در میزان تسلط راننده در رانندگی و کنترل تراکتور و نیز میزان خستگی او بسیار مؤثر می باشد و به همین دلیل صندلی تراکتورهای مختلف دارای تنظیمات گوناگونی از قبیل تنظیم ارتفاع با تنظیم وزن، تنظیم پشتی صندلی و تنظیم جذب ضربه می باشد. بسیاری از صندلی های تراکتور به تناسب وزن اپراتور قابل تنظیم هستند تا مانند یک بالش اپراتور را در مقابل ضربات و تکانهای شدید حفاظت کنه. تنظیمی که صندلی کلیه تراکتورات اون مشترک می باشن، تنظیم صندلی تراکتور متناسب با قد راننده است که به نام تنظیم افقی معروف است و برای تأمین اون سیستم‌های مختلفی را در تراکتورهای گوناگون به کار گرفته. این کار در بعضی از انواع تراکتورها با شل کردن پیچ‌های کف صندلی اون رو با عقب یا جلو بردن تنظیم میکنن. در بعضی انواع دیگر این تنظیم با حرکت دادن اهرمی که در کنار صندلی قرار داره انجام میپذیرد. روش تنظیم صندلی بدین ترتیب است که پس از شل نمودن پیچ یا اهرم فوق الذکر راننده روی صندلی میشینه و پای خود را بر روی پدال گاز یا کلاش تا آخر میفشارد. در نهایت تنظیم صندلی به ایسی به گونه‌ای باشد که زاویه ساعد و بازوی شما 90 درجه بشه. پا باید بعد از فشردن پدال کمی زاویه دار باشه. بچه‌ها این قسمت مختلف صندلی رو میگیم. این که مصمم روشه 4 یا اهرم برای تنظیم سختی تعلیق هیدرولیک، 2 اتصال مکانیکی با سیستم تعلیق هیدرولیک، دیگه 5 اهرم برای تنظیم ارتفاع صندلی. بچه این اهرم ما میگیم برای تنظیم ارتفاع صندلی. 2 نقطه ثابت کمربند ایمنی رو دارید میبینید. 6 اهرم برای تنظیم جلو عقب بردن صندلی. 1 هم پوشش صندلی رو دارید میبینید. اینم تنظیم زاویه ساعد یا تنظیم زاویه ساعد با بازو که 90 درجه باید باشه. بچه‌ها دارید میبینید این زاویه 90 درجه تشکیل شده. بچه‌ها یه یادآوری بگم، یه نکته مهم: اگر تراکتور رو برای اولین بار پس از پیاده شدن راننده دیگر سوار میشید، حتما قبل از رانندگی صندلی اون رو متناسب با وضعیت خود تنظیم نمایید. بچه‌ها فرمان تراکتور برای جلسه پنجشنبه مونه ساعت 7:30. حتما منتظر جلسه سوم فرمان تراکتور باشید. ممنون. لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار.